سلام علیکم، چطورید؟ امیدوارم حالتون فوق العالی و درجه یک و پرنشاط باشه. هیچ ادامه‌ای براش پیدا نکردم. خیلی خوش اومدید. این جلسه با هم قراره که یاد بگیریم چطوری کامera را فیلترمون رو به صورت مجزا آپدیت بکنیم. این ویدیو رو به این مناسبت ساختم که خب ورژن 16 و آخرین ورژن کامera را اومده، قشنگ یه سری تغییرات داشته. یه ذره میتونم بگم حالا کرمم ریخته، اما قراره هم یه بررسی کلی راجبش داشته باشیم، هم آپدیتش رو یاد بگیریم و همین که خفن ترین قابلیت جدیدش یعنی لنز بلر و فوکال رنج و این داستانا رو کلا داخلش بررسی بکنیم، ببینیم قضیه از چه قراره. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله اینا فراموش نشه. دمتون خیلی گرمه. بزن بریم سراغ آموزش. خب معمولا ساده ترین روش که وجود داره سرچ دانلود کامera را. شما سرچش میکنید، اولین سایت براتون باز میشه، سایت صاف 98. این پوشه رو که آخرین ورژن هستش رو دانلود میکنید. دو روش احتمالا نصب بشه دیگه، یا مثل یه نرم افزار معمولی نصبش میکنید که بعید میدونم اینطوری باشه، یا اینکه یه پوشه بهتون میده، بعد اینو کپی کنید توی یک مسیری داخل فایلای به اصطلاح سیستمتون. دیگه کسایی که با نرم افزار حرفه‌ای کار میکنن این چیزا بدیهیه براشون، به خاطر همین دیگه روش توضیح نمیدم، الکی وقتتون رو نمیگیرم. ولی در کل بلدم نبودید، همین پوشه‌ای که دانلود میکنید صاف 98 معمولا یه فایلی داخلش گذاشته، حالا عموما با اسم ریدمی معمولا میذاره، من را بخوان. بازش میکنید، قشنگ برای توضیح داده باید چیکار کنید. همیشه هم خوبیش اینه که 2-3 خط بیشتر توضیح نمیده، قشنگ متوجه میشه. بزن بریم سراغ مرحله که خودم انجامش میدم. باز من ساق طلایی خوردم و پدرم ما رو داره در میاره. من خودم به شخصه از نرم افزار کریتیو کلود دسکتاپ استفاده میکنم. شما اگه این رو ندارید داخل گوگل سرچ میکنید دانلود کریتیو کلود، از هر سایتی که دوست داشتید میتونید دانلود بکنید، هم سایت اوکی هن و تشریف میارید داخل نرم افزار میشید. اگر اکانت ندارید باید یک اکانت اینجا بسازید که الان من اکانت خب دارم، البته که من از نسخه اورجینال دارم استفاده میکنم. بعد از اون قشنگ که لاگین کردید خودش نرم افزاری که دارید و دیگه تشخیص میده و توی قسمت آپدیتس براتون میاره که باید چیا رو آپدیت کنید. میبینید که آپدیت ریسنتلی من کامera را هستش که به ورژن 16 ارتقاش دادم. هیچ کاری نداره، اینجا من آپدیت رو میزنم و این آپدیت میشه به همین سادگی، نه نصب داره نه هیچ، خودش اتومات اوکی میشه. اما چیزی که شما باید مطمئن باشید این هستش که داخل خود نرم افزار توی قسمت هلپ این پایین ببینید که اکانتتون وصل شده باشه. اگه نبود شما اینجا باید ساینگین رو بزنید و داخل خود سایت ادوبی اول اون اکانتی که داخل کریتیو کلود ساختید با همون به اینجا لاگین بشید. برعکسش هم میتونید انجام بدید. میتونید اینجا اول، من این کار رو انجام دادم، اول اینجا ساینگین کردم، داخل خود سایت ادوبی ثبت نام کردم و بعدش اومدم کریتیو کلود رو نصب کردم. اینم روشی که من انجام میدم. اما نکته که وجود داره، حتما باید از VPN استفاده بکنید. یعنی کریتیو کلود اینطوری نیستش که بازش کنید بگید ای والله باز شد، نه، حتما باید به VPN اوکی وصل باشید تا بتونید خیلی راحت آپدیت کنید. اگر دیدید یه ذره گیر داره تو آپدیت طبیعیه، اصلا چیز خاصی نیستش. خیلی خب اینم از نحوه آپدیت. دیدید کار خاصی نبودش. بریم تو خود نرم افزار ببینیم قراره که چه کار بکنیم. خب این عکسی که میبینید ما با دوربین گرفتیم با یک لنز 85 f1.4. میبینید که یک همچین بوکه‌ای به ما داده. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یک عکس مشابه الحال از به اصطلاح همون لوکیشن، البته دیگه یه ذره نور تغییر کرد، هوا تاریک‌تر شد، ولی توی همون بک با موبایل گرفتیم. اگه براتون سواله که چرا عکسم توی الان کامera را مستقیم باشه، چون عکسو با گوشی با فرمت را گرفتم، ولی میبینید اینجا مدل گوشیمو زده وان پلاس. و بریم ببینیم قضیه چه قراره. خب اولین اتفاقی که داخل کامera را افتاد این بودش که دسته‌بندیاشو اومد درست کرد و واقعا پدرم در میومد تا میخواستم آقا به یکی بفهمونم که تو قسمت بیسیک چیا راجع به نوره، چیا راجع به رنگه و بقیه قسمت ها. الان اومد اینو درست کرد. آقا هر چی راجع به نوره رو جدا کرد، هر چی راجع به رنگ رو جدا کرد و
بقیه اصلاحات. این دسته‌بندیش بود که درست شد. حالا میتونید برید آپدیت کنید ببینید که دسته‌بندی‌ها به چه شکل شده. اما خب قسمت مهمش که قرار بود کلا راجع بهش صحبت بکنیم قسمت لنز بلر بود که شما این رو باز میکنید و گزینه اپلای رو فقط میزنید. چند ثانیه طول میکشه سوژه‌تون رو تشخیص بده و بعد از اینکه انتخاب کرد میبینید که خیلی خوشگل واسهتون کار رو در میاره. با قسمت اول همونطور که بهتون گفتم شما میتونید میزان به اصطلاح این حجم بلر شدن بک‌گراندتون رو دریابید. با قسمت بوکه که مدل بوکتون رو تعیین میکنید که حالا بیاید ما مثلا بذاریم روی همین گزینه آخر یا بذاریم روی همین گزینه اول که مشابه عکسمون بشه و با قسمت بیوست باز به قول که بچه‌ها شما میتونید این حجم نوری که داخل بوکات میخوای ایجاد بشه رو تعیین بکنی. بعد از اون تشریف میارید پایینتر میرسید به قسمت فوکال رنج. قبل از اینکه من این قسمت رو بهتون توضیح بدم بریم سراغ قسمت ریفاین. خب یک باگی که قطعاً باهاش روبرو خواهید شد موقع عکس ها این هستش که ممکنه یک زمانی ببینی که یه سری جاهای عکست رو به درستی سلکت نکرده. حالا از شانس ما نه پیدا کردم اینجا رو میبینی که اصلا درست در نیورده. ریفاین همون بحث سلکت هم مسکمون میشه. شما این رو باز میکنید گزینه ویژوال دیف رو میتونید بزنید که اصلا این جداسازی بهتر بشه شتون بیاد. میتونید خاموش هم بکنید. من معمولا حالا خاموش استفاده میکنم. گزینه فوکس رو بردارید. مثلا الان که بیش از حد انتخاب کردم من آلت رو نگه میدارم. ممنون میشم اگر عین آدمیزاد کار کنه. بله مثل این که لچ کرده با ما. اینو فعال کنیم ببینیم. بله برای من نمیشه الان، برای شما قطعا میشه. از اون باگای مسخرهشه که بعضی وقتا میره رو مخ آدم. شما زمانی که میخواید براش بکشید اگه آلتو نگه دارید این باید حالت منفی به خودش بگیره. این رو در جریان باشید و میتونید اینجا رو پاک کنید. قسمت اضافه رو الان ما رو همراهی نکرد. بذار با خوب بلر کن. چرا من این خنگا دارم کار میکنم؟ به جاش بلر رو برمیدارم اینجا که میخوام بلر بشه رو بلر میکنم. حله قشنگ طوری تصویرتون رو پس میتونید اصلاحش کنید. و اینجا هم که عرضم به خدمتتون که میتونید فدر بهش بدید. خیلی خوشگل. اگه میخواید لبهاتون نرمتر بشه، اگه میخواید لبهاتون تیزتر بشه، براش سایز و اینا رو هم که اینجا میتونید تنظیم کنید. ولی خب دیگه حرفه‌ای‌ها میدونن ما از کروشه و اینا استفاده میکنیم یا مثلا آلتو نگه میداریم این رو سایزش رو تغییر میدیم که غلط کردم گیر نکن. و بریم سراغ قسمت بعدی. اینو ببندیم. قسمت جذابش که اصلا جلب توجه کرد برای من قسمت فوکال رنج بود. این بودش که با فیلترهای مجزایی که تو دست بلر قرار می گرفتن این رو واقعا اومد متفاوت کرد. شما تو قسمت فوکال رنج این که حالا میتونید بلر رو کلا تغییر بدید که روی کجا به اصطلاح باشه. شما میتونید رنجتون رو تنظیم بکنید و ببینید که این عمق میدانتون چقدر به خوبی میتونه تنظیم بشه. ما حالا توی قسمت بلر گالری توی قسمت فیلد بلر یه همچین قابلیتی رو داشتیم، اما خب اون نمیومد بهمون بوکه دقیق بده. یعنی باز باید براش لایت رنج تعریف میکردیم و اون باز خودش داستانی داشت که دقیق در بیاد در نیاد که معمولا هم در نمیومد. ولی خب شما اینجا به راحتی تمام میتونید این قسمت رو هم تنظیم بکنید. الان میبینید که خب این زمینی که سوژن بهش نزدیک تره قاعدتا باید کمتر بلر بشه به نسبت انتهای این پیاده رو و من با افزایش بازه فوکال رنجم خیلی راحت میتونم این رو تنظیم بکنم و واقعا خوب انجامش میده. یعنی شگفت انگیز بود برای من که قطعا تو آپدیت های بعدیش میتونه این رو بهتر هم بکنه و قطعا همینطور خواهد بود. و ببینیم که حالا دیگه چی میشه که حالا اگه مثلا ما بریم یه تنظیم کوچولو روی تصویرمون داشته باشیم که بخوام ببرمش من به سمت حال و هوای عکسی که با دوربین مثلا گرفتیم، حالا اوکیه اوپن رو بزنم میبینید که واقعا نتیجه قابل قبولیه. کسی هم نمیتونه بگه این عکس با
موبایل مثلا آیفون 15 گرفته شده که هزاران چیز داخلش دخیله. نه دیگه، ما یه عکس معمولی گرفتیم خارج از حالت پورتره و اومدیم به یک عکس پورتره تبدیلش کردیم. توی یک زمان خیلی کوتاه این بلر دقیق رو میتونید با یک اتفاق خیلی جالب مقایسهش کنید. خلاصه که امیدوارم از این قابلیت استفاده کنید، کیف کنید. سوالی بود داخل کامنت ها در خدمتم. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید و تا دیداری دیگر بدرود.